با سلام. در این ویدیو میخوام به شکل ساده قضیه حد مرکزی رو خدمتتون توضیح بدم. این یکی از مهمترین قضایا در مورد توزیع مجموع XI هاست یا در مورد توزیع X بار. به این ترتیب که میگه اگر ما یک نمونه تصادفی انتهایی از یک متغیر داشته باشیم که میانگینشون میو و واریانسشون سیگما 2 باشه و این نمونه حجمش به اندازه کافی بزرگ باشه، حجم نمونه n، اون وقت توزیع مجموع XI ها نرمال میشه با میانگین n میو و واریانس n سیگما 2. همینطور میشه ازش نتیجه گیری کرد که توزیع X بار هم مجددا نرماله، میانگینش میشه میو، واریانسش میشه سیگما 2 n. توجه داشته باشید که هیچ صحبتی از توزیع خود X ها نشده. اگر این X ها خودشون داره توزیع نرمال باشن دیگه تعدادش برای ما مهم نیست و ما در مورد توزیع مجموع XI ها میتونیم این دستور رو صادر بکنیم. اما فعلا این شرط رو نداریم. یعنی اینجا در حقیقت چیزی که وجود داره اینه که ما هر توزیع برای متغیرهای X مون داشته باشیم فرم حدی اونها یک فرم نرمال خواهد بود در مورد توزیع مجموع یا توزیع X بار. حالا با میانگین و واریانس هایی که به راحتی با استفاده از پارامترهای XI ها و حجم نمونه قابل محاسبه است. من اینجا دو سری نمودار دارم با یک تعداد نمونه تصادفی. در هر کدوم از اونها نمونه تصادفی این نمودار خب یه نمونه تصادفی نرماله که با افزایش حجم نمونه این به سمت توزیع نرمال میل میکنه. خب وقتی ما n22 رو داریم توزیع حالا مجموع یا میانگین این متغیرهای تصادفی، این 22 تا متغیر تصادفی توزیع نرماله. این طرف هم یه سری نمونه تصادفی داریم از یه توزیعی که غیر نرماله. اینها رو هم اگر ما در فرم حدی نگاه کنیم باز هم رفتارشون مثل همون متغیرهای نرماله. یعنی ما اگر n رو بالا مثلا n مساوی 25 n مناسبیه در نظر بگیریم میبینید که توزیع x بار یا حالا توزیع مجموع XI ها مجددا یه توزیع نرماله. خب یه مسئله ساده رو ببینید که با استفاده از این قضیه حل میشه. ما فرض میکنیم که توی یک معامله‌ای در هر روز به طور متوسط 2 میلیون سود با انحراف معیار 1.3 میلیون داریم. با فرض مستقل بودن سودهای روزانه چقدر احتمال داره که سود در 30 روز کمتر از 40 میلیون بشه؟ خب اطلاعاتی که داریم به این ترتیبه. یه متغیری داریم به اسم سود روزانه در حقیقت که میانگینش میو برابره با 2، انحراف معیارش هم بهمون داده 1.3. پس یه سوال پرسیده در مورد سود 30 روز، پس یه n مساوی 30 هم داریم. فرض کنید که x1 سود روز اول، x2 سود روز دوم تا x3 سود روز سیوم باشه. متغیری که ما اینجا باهاش کار میکنیم مجموع سود 30 روز S رو من براش انتخاب کردم x1 x2 تا x3. این متغیر مجموع XI ها توزیع نرمال داره با میانگین میو که میو رو n میو میشه 30 ضرب در 2 که میشه 60 و واریانس n سیگما 2 یعنی 30 ضرب در 1/3 به توان 2. عددش رو حساب کنید برابر میشه با 50/. حالا قراره که احتمال رو برای S حساب کنیم. احتمال اینکه S کمتر از 40 بشه این احتمال مساوی میشه با S متغیر نرماله. من استانداردش میکنم S منهای 60 تقسیم بر رادیکال واریانس 50/7 کمتر میشه از 40 منهای 60 تقسیم بر رادیکال 50/7.
معادله با احتمال اینکه خب این متغیر نرمال استانداردمونه کمتر از -2/8 میشه 1 منهای احتمال z کمتر از 2/8. احتمال اینو از توی جدول توزیع نرمال میخونم. توی جدول توزیع نرمال اینجا 2/8 شانس 0.99 74 رو میتونیم براش داشته باشیم. پس میشه 1 منهای 0.99 74 مقدار 0.2026 رو داریم. در قسمت دیگه سوال پرسیده شده چقدر احتمال داره متوسط سود روزانه در 30 روز بیشتر از 2.5 میلیون باشه. خب متوسط سود رو مطرح کرده، یعنی این بار سر و کارمون با x باره. حواسمون هست که این x باره هم مجددا توزیع نرمال داره، میانگینش همون میو میشه که 2 واریانسش میشه سیگما 2 انوم این دفعه 1/3 به توان 2 که باید تقسیم بر 30 هم بشه. حالا احتمال x بار بیشتر از 2.5 رو ازمون خواسته حساب بکنیم. x بار نرمال استانداردش میکنم احتمال x بار منهای 2 تقسیم بر خب این عددش رو حساب کنم 1/3 به توان 2 تقسیم بر 30 رو حساب بکنید میشه 0.056 میشه احتمال خب x بار منهای 2 تقسیم بر جذر واریانس 0.56 بیشتر از 2.5 منهای 2 تقسیم بر رادیکال 0.056 یعنی احتمال اینکه z بزرگتر از این طرف رو حساب کنید 2/11 بشه میشه 1 منهای احتمال z کمتر از 2/11. خب عددش رو از توی جدول بخونیم. برای 2/11 2/1 اینجا 2/11 0.9826 رو داریم. پس میشه 1 منهای 0.9826 0.0174